معطوفه خوبی؟ سلام افراتون خوبی سلامت باشی ممنون. دایی دا بارون خیلی بارون سکن امه برم سکا وانه خیلی تو داره تو شای بالا نه تو اینه جران نبو آوا خیلی حالت بده دور بیا الان این یاره عارفه بیا اونی برا ته هم ساله بزو بیا بدو سی بیا با او راست گرونده مسترش آوا درد دمه الان او یاره سی دوارم خیلی الان او یاره سی دوارم و سلطه بیا یه تو داره خیلی بی حاله بی بخاطر بارندگیه آره سکن بری خیلی بارون میزن بری نه زیبو برشو یا کنه بیا تا او بیاره با او راست کنم نمستن اخونابی با برندرش بین زیبو ما برانتا چی منه این شربت دیت کنه ده بیا دراشو دایی بیا کسی آکیرو زیبو خیلی حالش بفسه و من نگفتی من بیرون راستی چردم دایا تو دا اینه بیا من نه تو داره داشت خیلی بالایی نمیتون کنم نه خدایا خود که من جمع کن تو داره ماما مرد نه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم آوا دای بیشتره خیلی داغه آوا عزیزا نبضش چه میزن؟ میگو اصلا اوفه نه عرفت هوایی بود همون برم دایی فعلش خیلی بده با ما برم که هم سوال منه شربت یه سیده حواست بود همون بیا خیلی اما حالش بده تا برم هم خیلی حالش بده تو برو مشته هم سوال نه شربت من میخوام رمز نه تا دیر برنگ نتاقم بیایم اصلا حالش خیلی بده تا برم که هم سوال نه ندارم آما دست در نکنه آقا لطفا آقا عزیزم قربون بزنم بیا ایشان هستیش خوبه؟ آقا بیا هادی فیل هدرامینه دست در نکنه بیا چند بهش بدم دست در نکنه آقا بسم الله به خاطر بارندگی هوا خیلی تبش رفته بالا خدا ازت راضی باشه دست در نکنه خیلی ممنون خدا حافظ آقا عزیزم
حالت بهتری؟ قربونت برم چون بهتری بابا؟ مستقم میترسونی آبا عزیزم آبا دردم قد دردمش از روان نشه این یک درگاه شربت دابره دابره شربت تا خوب با هر زبان خبر با خودت خواهر و من یک کنید شربت دادم آبا عزیزم آبا خدایی دش خوابانه نه یه ذره تا شما بزید یه نبری بده بریش این واسه زن رو من همین الان میرم یه سادگی میام باشه ما مادر در نبی قربونت برم بیا ایشان حواس تو آوا بود تامیتی بود الان بارونه دوباره به شدت جربه تاملم شیرو نه بلیش کن بلیش بقیده آوا عزیزم بارونه دوباره به شدت داری ببینی آقای آفراتور تو زنگ زن که تایید توی کناسی آوا تایید چند حالش بهتره یه دو زنگ زن که بارون ازه همه گانه خوب جایی به داسته امی کاش از رسیده بود آشو بارون میزنه خیلی بود بیا هر چیزی نه تو یه جوری بکن بیا آرکای بیا دو تایی نکنی آوا نمیده دابه خواسته بیا اینا اصاب نهاری تا باید آوان نمونیم نشت تا که ایزه بره آقا خیلی تبش بود باشه بشه بیا ها والا میگم تو خواست تو سر خیابان تو دوره بچه دوره نه بود بیا بچه آقا خیلی حالش بده زی بیا کلا تو بتونه خب یه دو زنگه زن که بیا تا یک تشکیل خب بچی رو من دادا لطفاً کمکمون کن دایی یه بیا آقا نبیاد تمونی میره؟ نمیبری
خیابونی شیر تا بخواست بهتری بود بیا نه من نه آره رفتی ایزان بیاله؟ بله بیا بسم الله الرحمن الرحیم تو هوای دیت داشتی به تو پیدا بودم داشت شربت برش بخور بیارش اینو بوسه خوردم نیتم خور خب تامه یه تشی برکنو بیا داد دامه ایزارو نخزانه به ایزارو زانه رو اینجا دیمه سردشه تازی همه زن کنی برید آتا شرد کنی یه دو رو رته یه دو تایی پشت رته این سختیه چه چشی؟ الو شاکرش آره بیاره او بیا تایت سویه کنسی آوام سکه بارون هم بشه تدیشه رو قدای آخود شه باش داره بارون همه شده چیدم بوست دارم خیلی خودی بیا از بوست دارم آره نگاه ته هم سالیان نفسو بیا تو نه داخل گم ته یه چی بسو بیا نه داره همسایه آه خیلی حالش بده بازی تشه رفتیم و چه سردش نبا بیشتر تا که تولد نشید چه بیتون خب دختر تو خیلی مریضه بابا پیش دکتر پول نوری بیننده از خواهش میکنم بینندگان کمک ما کنید آقا رو ببر پیش دکتر به امید خدا خواهد خوب میشه آله ممنونم آقا ابراهیم میبرد اما قول میدم خانم عاطفه کمکتون میکنه
زیاده. خب دختر تو خیلی مریضه خانم، عاطفه تو داره. بله حالش نخوبه. بیارش آره حالا ده تشبیه تلویز آره دایی نبیجی منش بیبا آره بیا دیتا بیا بیا طبقت کنم بیام ببرش بقیدم دا آوا یه پود باز بید. رونم بیارش بسم الله بسم دردت الله من الرحمن بیا بتکش زنده ای آوا؟ دردت من آوا دایی سیستم اوست صاحبی بیا چیکه سردش ماما دردت من ده سنده خواه کور آوردی دایی. من تو دومن دیرمش از مالی ما دلم قربونت برم آه حالمو بدتر حالا دچم بهتره ماما خدایا شد چیه یکی تولرز داره توله ها فهمش قربونت برم دایی اشکم سنه خیلی سنه دم اینه سردته؟ خب عزیز دلم بهتر و بیدار دیدم عزیز دلم قربونت برم رفت چی رفت دا خطونه جمع کنی خطونه جمع کنی آره سکه بارون و شدت زنه درد دو خطونه جمع کنی آقا برادرم این روز خسته کردم. ها خواهش میکنم ممنون وظیفمه ولی من به شما کمک میکنم خانم عاطفه. ممنون آقا من بادار ممنون کمکمون خواهش میکنم. آوا چند بهتره آوا؟ حال روز بیفتیم سه آزامون شرایطمون اصلا چیزی برای خوردن نداریم نزدیک 2 روز ما چیزی نداریم بخوریم 2 روز نه خدای خود کمکم خدایا آقا خدا مثل پانه بیایش تو دلم ببینید برای شدو خدایا خود کمکم یا خدا آقای اپراتور فردا برام یه خورده آرد بیا آرد خب تا براشون نون درست کنم باشه نونم میارم. آرد آرد نون درست کنم ببرم بفروشن برای خرجیمون خب باشه وگرنه فایده نداره آزوغه هم براتون میرسونه میارم. توش الان دست تنگه اگه تونستی برامون آرد بیار زور میکنم باستون. یه چند پول دارم پس خدا حافظ.